چجوری این فرفری رو تبدیل کنیم به این مو؟ اولین کار یه دسته مو رو اینجوری جدا میکنی، این بالا کلیپس میزنی. موهات فر هر زمانی این شکلی شد یه دونه آب پاش دم دست داشته باش، قشنگ خیسش کن. تو این مرحله از یه دونه ماسک موی بعد همون مخصوص موی فر استفاده میکنیم. با همین مقدار دو طرف این موهامو که از بغل آوردم به ماسک مو آغشته میکنم. چون دارم بیرون میرم و میخوام استایل موهام خوب بمونه ولی نمیخوام که موس بزنم، انقدر جل به کل موهام. اصل کار اینجاست، با یه شونه‌ای که یه حالت اینجوری دندونه‌ای داشته باشه، برای اینکه موها به کف کله نچسبه یه تیکه کوچیک اینجوری جدا می‌کنی، اینو میذاری اینجا، یه پیچ میدی. حالا توی این مرحله اسکرانچش می‌کنیم. دو طرف موهامو استایل کردم، میریم قسمت جلو. استایل کردن اینجا یه خورده متفاوته، برای اینکه بتونین هر مدلی که دلتون می‌خواد اش به شکل بدید. از این بالا دسته‌های نازک جدا می‌کنیم، اینجوری به سمت بالا می‌کشیم و میندازیم عقب. موها رو همه رو میندازیم پایین و اینجوری قشنگ اسکرانچ می‌کنیم. 10 دقیقه صبر می‌کنیم، بعد با دیسپانسر موهاتون رو خوش می‌کنیم. تا یه ویدیو دیگه.